بالا مانا امروز در دشت پتخین اشری عمومی خلقی مانا قریب 50 نفر جمع شدگی برای ساختمانی چای خانه مسجد مانا اگر دست جمع شد سرجمع شد کار پیش میرفت این ساختمان یه هفته دیگه بود میشه مردم اخوات سلام است ها گپ میزنی چی بکن سلامتتون پنج بخیر گپ ده حسن بای چیکار دارم کنم چوکر سده آزید اینجا همینجا مردم بده حشر کن بیلو کلان زسده یا فقط دوب زسده اینجا اگر آدما متحد شن کوام چاپا میکنن من اینا امروز متحد هوا صاف بی‌غبار امروز نهم январи соли 2025